نزدیکان و دوستان عزیزالله زویدبویف زاده جماعت واروخ پسر سرطبیب آسایشگاه زمرت ظهورالله زودبویف که بعد صدمه پرقربانی شام 31 آگوست در راه خوجند دوشنبه در موضع چهره نویه عینی ناپدید شده است، باور دارند که او زنده است و از همه مردم خواهش دارند که برای زنده پیدا کردن این جوان دانشجو دعا کنند. یکی از دوستان عزیزالله به پایگاه خبری بامداد گفت عزیزالله در سال پنجم دانشگاه تحصیل میکرد و به دلیل آغاز سال تحصیل به دوشنبه ره سپار بود، ولی از قضا ماشینشان به جره چقوریش 50 متر سرازیر شده سپس به دریا رفت. همصحبتان بامداد میگویند که راننده و یک مسافر آن ماشین مرسدس که در آن صدمه زنده ماندند خبر دادند که عزیزالله توانسته است هنوز تا به دریا افتادن ماشین خود را به بیرون هوا دهد. این دوستان و نزدیکان عزیزالله را امیدوار کرده است که او زنده است و حتما یافت خواهد شد. ما تا آخر تا زمان یافتنش کوفتوکوپ عزیزالله را دوام میدیم. از مردم فقط یک التجا و التماس داریم دعا کنند که عزیزالله را زنده بیابیم. خواهش کردن آنها. روز 4 سپتامبر سال 2022 به اداره پایگاه خبری بامداد ثبت‌های ویدیویی را فرستادند که در آن لحظه‌های با کمک کران و تجهیزات مخصوص از رود فوندریا بیرون کشیدن ماشین مرسدس بنز و جسد یک مسافر هلاک شده آن ماشین ثبت شده است. این ماشین شام 31 آگوست به چقوری تقریبا 50 متر سرازیر شده سپس به دریا رفت. در این صدمه راننده ماشین اسماعیلوف اکیم نوروزویچ سال تولدش 1965 و مسافرش نصرالدینوف نورالله سال تولدش 1962 با وجود جراحات سخت برداشتن زنده ماندند، ولی 3 مسافر دیگر این ماشین آن شام نصر ناپدید شدند. ولی جستجوی عزیزالله زودبویف هنوز ادامه دارد. نزدیکانش میگویند تمام تلاش را به خرج خواهند داد تا او را زنده پیدا کنند.